عزیزای دلیم صبحشون بخیر. صبح گایه دیگه قدر گام نی قدر پاسم نشته دیگه گایه ما خودم تبال خوابدم. لاله جانم زنگ زده که ما چای خوردم ایم دیگه بیش تو تا خود جمع کنم برم سالون مالون جمع کنم. بیخیایی که در سر کار رفته، شاکر جان اسکول رفته دیگه برم بلده چای چیز آمادنم چیز تیاری میگرم قنجه اسمه باشن. عزیزای دل مام رفتم پیاز قنجره آلو آوردم ټماټر میخوایم کمک جگر آماده کنم دیگه یک کمک سوزی چیزم آمادنم سوزی گندنه دیگه تاک مایار جور جورنم از او بعد قنجرشم شیر. عزیزای دل مام تمام چیز را آماده کردم، یعنی چیز را آلو را قنجره سوزی قنجره کمک گنزی پیاز بلده تخم گرفتم دیگه، یعنی چیز را ټماټر را پیاز را بلده جگر قنجره گشنیز یعنی مسالهش دیگه، یعنی ادرک سیره همه ادرک سیر جوست نم منی بوتل انداز می ادرک سیر نمک دیگه بخیر روغن نالم قدر زیتون بخترم روغو بیلم شروع کنم که لاله جان مزیا باید که تمام چیز آماده باشه. دودن لاغو گفتم از دیل میش بلده تخم میشتم یعنیش بلده جگر. اینجا یک مزدار شیر چای آماده کنیم در شیر شو کنیم چایش دم شد. الان تا که شیر چای قدر جوش بخوره خوبش میشه تا که جگر که تخم آماده میشه دیگه الکل که دیش خیلی استیشتم دیگه جوش بخوره. زای دیل تخمم پخته شد، تخم آلو گندنه دیگه وی شیر دوری شیر یعنی شیرم دم شد تری تا وقتی خطرش رسیدم تا زیرم گل کنم. همین نوربند تاخ نست نه مای صدقه ریزیش نه دیگه ظرفام اونجا آماده شد، تخم آماده شد، شیر دیگه یک مزدار جگر خودم که میگم مزداره دیگه بیشتر که لاله جانم بخوره که مزدار است نیه خبر نیه هم خودم آشپزم خودم کمرمین یک مزدار جگر گوسخور دیگه قنجره اسمو باشین دیگه باید بخینیم چای وقتی سرخوا واشت. زایدل جگر را منی غوری کشیدم دیگه جای بخین چم خالی یک مزدار جگر خوشی دیگه تخمی گشنیز و چیپس والا دیگه دیگه من با نوش جان کنی مزدار دو تکیم آماده شد. امین جیم چانم ای چاینک تو گوتورا دادیل چم نه ممکن دیگه چاینک بیرون شم نمیزی چای جوش دمنم منیمزی مخری بلده میمونه بلده خودگون دلالم زیاد شکر آدم خانه میمونی رید گین مزدار نان جای بخین چم خالی دی لاله جان نانی گرم مورده نانی گرم که جگر خو مزم دی اجازه سینم امروز کار نرفته دیگه خانه. عزیزای دل نال پیشین چم بخیر لاله مزیا قصبام داد چای مای خورده حویلی بیکم تازه رفت دیگه ما گفتم صبر بابی فرشته جان ساعت شده پیشینه دیگه خبر نیم ساعت چند بجه دیگه یک مزدار چای سیاه دم کنم برم قنجره بسراخ بلده بابی فرشته جان دیگه بابی فرشته جانم میده برم قنجره بابی فرشته خوب چای بخورم تازه هم تکر شدم فرشته جان من دانشنیم ده دوستای سلام خوبی جان چون جورا بخیرید خدای شکر که جورید دوستای عزیز خوش آمدید به ویدیوی جدید از اون خبر نداشت چیز خیلی گرفتن نگرفته بود که خدای حق معلوم است ما تازه که سر کارم دارم دیگه جایشون خالی دیگه چای بسراغ و رزای دل دیگه قد از مو باشه دیگه چای پیشین برو خوب آوره خوب مزم دیگه چای
دوستای خوبیم سلام، وقتشم بخیر. خوبین جان چیم جوره بخیرین. امیدوارم که جور باشین، صحتمند باشین، کنار فامیل مهربان خود در هر جای دنیا هستین. دوستای ناز نوربندیم خوش آمدین در ویدیو نویم. عزیزای دل من متوشتین قصوات بال را گشتم این میال تازه لالای جان کم گاتر رفته، دابیلی تازه رفت، قنجقه علی جان نقد فرهان جان تازه رفت. دوستای نوربندیم دیگه شده چای پیشین. بابی فرشته جانم هم ده اینجا چای دم دو مردیم چای بخوری. زوستو خانه نیه دیگه. شاکر قنجقه بنفشه جان که دفته 2 روز درس داره دیگه، دفته 2 روز درس داره. امروز درسایشی امروز درس داشت، تازه آمد اگه پایمین داشت در دوش قنجقه شاکر اونج رفت دیگه. ما گفت ملای تا کاتت ما چای میمونم بیا دیگ بیگار کندی امروز در خانه دیگه. خبر نیم بنفشه جان بلده بیگار چیز خیلی پختنه. تا خیر ویدیو عزیزای دلم قد از ما باشین که ما قد بابی فرشته جان یک چای پیشین رو بخور، جای بخین چیم خالی یک مزدار چای قنجقه بسراغ از خاطری چای بلده چای دابجه بابی فرشته جان بلده چای دابجه شی چای پیشین چی یعنی بسراغ جرنم ما میگم می خوبه. جای بخینچم خالی دیگه نک مزدار چای سیاه خود منی کشته تروش رو تا خوب شی کشته یکی خوب تروشه خود منی قچای میکنم با فرشته جان بسراغ قچای بخور. عزیزای دل همود گفتم که فرشته بنفشه جان مایه دیگ نه یک مزدار چای دم ده بنفشه این اینج قام بروز ده بشتی چیز خیلی پختک ده. واو اوه میکی سعودی پختک ده عزیزای دل خیلی خوشمزه معلوم شد. باید که بار بخوری که چیز نزدیم. دوستای عزیز ایتی که تمام چیزی در رست مجهز کده جور بود که باری نان بخوری. تمام چیز کنسل که نان بخوری. فری از خاطر فری که فری دم را بود از کار میمد دیگه بس دویدی فری که فری باید نه تیم میگم تلکو فرشته باید ایخ در گوشناش داد ایخ در گوشناش داد میگفت نان بیره. نه او وقتی ما تلفن داد زود بیاد خیلی زود خیلی رسید. آره بس هم آلی دخترش داد شما تو تاخ براته بی مشنال شد که چیزالی شد گفتن نان تازو کدام شاگی نیه اتای جای شاگی اوه معلومه ایتش که شاگی نیه. آره دیگه دوستای عزیز بیشین دومید تا که فری باید ام فری هم کار تا هم که ما ام دایرکت کمره رو دبلیش مبرو آروز ما از کار میم او بیچاره خانه نان من جور نه تمامی چیز رو جور نه دیگه ما میم دست خو اوار نه که نان بخورم سیده. امروز دیگه ما خانه ایم او سر کاره امروز ما او میم ما در خانه ایم دیگه پذیرایی کنم مرا باشه دیگه بوری تاک فری میم چای رو ببری بلده آتیم. دوستای عزیز اما تر گفتم مروم ویدیو رو بله فری مروم فریش سپرایز نه سپرایز بگم نگم خواهر کار کنم میشه ننیم ازشته چای مخوره ویدیو سل ندارم. فری هم دروازه تخ تخ کده خود تازه تخ تخ ده و ظاهر که بدهی تیم فری هیه دیگه کدام کسی نیه خود باری من لیتر داغ کنم ظاهر که فکر دیگه تیم کسی نمیه خود صبر کن کین ببخشین کس خانه نیه نه ببخشین کس خانه نیه من دانش نی خسته کار نباشی چطوری؟ امروز ما تو سپرایز دادم آرز تو میی؟ نه ما میم تو دخانه ای نه؟ امروز دیگه ما دیگه اراده کردم گفتم فری که باید دیگه فری بده فری خانه باشم بریش خوب میمیدم مست چای جور کنم
بیا فرید دیگه تازه از کارم ده دومید فرید ولی ده دستو چیه؟ دیگه مو بری نان بخوری چیه نه سیریسلی سلام. فرید تازه بیچاره از کارم ده من ده زلا علاقه ده باید دیگه دوست عزیز امشاوی نانی از مادر جانم امور گل کو پلیز امور گل کو پلیز باید دنده سارز امور گل کو کفرای رو غیره ما یبسم چه زورده؟ فریز مو به خدای نه این تراوزیله داره دمیده کارا قسم مامزو خدا شاید اگه دروغ بگم امزو کار که میم خوب روز من دمشم من ده زلالا که دمشم مگم برم هم دایرکت دیگه چینج کنم چرا کرد دی؟ متیاد کدیه تو اشتباهات نکدیه آنه قصه مونجنیم کلمن که فرید بریمزی کارا خیلی حوصله داره کمی ده کارا منه لیکن ما خوش ندارم خوش دارم والله حوصله‌اش ندارم قدری فرید صبر کو که فرید آخر شه چیز جور نه دیگه اصلا شماره نشون میدم سلچی و لاغوای تخم را کی خورده برار جانم سلام نظمه ویدیو از کیه؟ اجازه جمع کنید نه مرگون کو کپیرایت نه نه اجازه موز بس که از لاغاری نامش بد است لیکن یک تخم رزیده خو نه خوبه تخم رزیده دیگه حالا دیگه دوست عزیز فری خدا بر چیز جور کنه نان از من جوره اوکی نان از من جوره بس باری نان بخوری دوستای عزیز جاشم خالی دیگه تیمی نان شده دیگه تیمی نانه جاشم خالی نان بخوری یک غذای ساده ای چیزی آن این او تا چیز پخته نکده دیگه که مو ها دیگه شو بفهمین خبر نیم چیز خیلی بکن بهترین نانه کنی نه سایه اگو است خوب ما تر 6 رقم 9 رقم غذاها پختن ویدیو نه هیچ کس 6 رقم پختن نه هر خانه باشه دال لوبیا چیز کار شده تا اینجا